به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. خوشبختم که نگاه 3 رو انتخاب کردید. بازم از شبکه 3 سیما خدمت رسیدیم، اما این بار درباره چی با هم صحبت خواهیم کرد؟ در گوش و کنار محل زندگی شما ابزار، قطعات و لوازمی وجود دارند که صرفاً برای رفاه حال شما، امنیت شما، بهداشت شما، آسایش شما و آرامش شما تا به امروز پیشرفت کردند و با یک تکنولوژی برتر در کنار شما آرام آرام زندگی می‌کنند. اما کشور ما در پیشرفت و پیشبرد این صنایع در کجا قرار گرفته؟ حتما راجع به گرانیت چیزی شنیدید. شاید جایی رفتید در فروشگاهی، مغازه‌ای، کارگاهی، در یک برنامه تلویزیونی محصولی رو به شما نشون دادن و گفتن این گرانیته. اما اصلا گرانیت چه کاربردی داره؟ از کجا آمده؟ چه رقبایی داره؟ برای چی ابداع یا اختراع شده و در کشور ما چه جایگاهی داره؟ به همین موضوع دعوت کردیم از ریاست محترم هیئت مدیره شرکت کومه که نامی آشنا برای شما همیهنان عزیز هستند، جناب آقای مهندس حسین تاجگردون، تا در این رابطه با هم صحبت بکنیم و یواش یواش وارد کارخونه بشیم، یواش یواش با محصولات این شرکت آشنا بشیم و آرام آرام ببینیم که کشور ما ماشاءالله هزار ماشاءالله پرچمدار صنایع پیشرفته، حتی گرانیت مصنوعی. سلام عرض می‌کنم، خوش آمد میگم خدمتتون. سلام عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر بینندگان عزیز. من ابتدا می‌خوام یه توضیح راجع به این صنعت بدم خدمتتون در سطح کل جهان ان شاء الله. در سطح کل صنعت گرانیت مصنوعی یا به اصطلاح فرنگی سالید سرفیس حدود 50 سال پیش در دنیا به دلیل مصارف صنعتی ایجاد شد، به اصطلاح کامپوزیت های ریختگری با این عنوان. ابتدا مصارف صنعتی داشت، بعد از مدتی با بهبود روش های تولید این و کاربرد رزین های مهندسی و پودرهای معدنی فرآوری شده از آلومینیوم و غیره تونستن این محصول و کیفیتش بالا ببرن و یه محصولی درست بشه که برای مصارف خانگی هم مصارف خاص خانگی قابل استفاده باشه. جناب مهندس، چه نیازهایی باعث شد که جهان رو کنه به سمت تولید یا ابداع و اختراع گرانیت مصنوعی؟ کاربرد این گرانیت بیشتر در کجاست؟ حالا به طور اجمال برای بینندگان عامتر ما تا تخصصی ما توضیح بفرمایید که کجاها کاربرد داشته و قبل از گرانیت از چه چیزهایی استفاده می شده و چرا این جایگزینی انجام میشه؟ ببینید، در طبیعت مسائل مختلفی وجود داره که هر کدوم کاربرد خودش رو داره. سنگ برای استفاده های خاصی است که نوعی از اون گرانیت برای استفاده های نما یا کف استفاده میشه، یا بعضا برای استفاده های دیگه محصولی سخت، شکننده، سنگین و سرد اصطلاحاً. چوب کاربرد خودش رو داره، محصولی گرم، شکل پذیر و البته در مقابل رطوبت و آب مقاومت کمتری داره. و آتش همینطور. خوب اشاره فرمودید. در مورد محصولات بهداشتی مثل سرامیک و غیره، محصولی است تمیز، بهداشتی ولی شکننده و شکل پذیر نیست. نیاز به یه محصولی که هم زیبایی سنگ رو داشته باشه و سختی سنگ رو و مقاومت‌های سنگ رو، دو مثل چوب گرم باشه و ضمناً کاربرد راحتی داشته باشه با لوازم چوب، ضمناً در مقابل رطوبت و آتش مقاوم باشه و از اون ور بهداشتی هم باشه. این در واقع انگیزه ایجاد این محصول. بله. این نمیشه گفت که جناب مهندس پس یک اتفاق باعث شد که ما بدونیم حالا گرانیت مصنوعی تولید شده و کاربرد داره. از قبل در جهان نیاز به این در واقع بازسازی ها دیده میشد که در محصولات طبیعی کمتر وجود داشت و بعد به تدریج با آزمایشات متعدد رسیدن به گرانیت. درست عرض می‌کنم؟ کاملا همینطور. یعنی اصولا اکثر اون چیزایی که در دنیا درست میشه بر اثر نیاز و اون فکری که آدم از طبیعت میگیره ولی فکر میکنه که باید یه تغییراتی بده و شکل بهش بده که تو همه زمینه‌ها هست. در این مورد هم همین فکر باعث شد. یعنی در واقع محصولی ایجاد شد زیبایی و سختی سنگ رو داره، نحوه کار کردنش مثل چوبه و گرمه و بهداشتی مثل محصولات بهداشتی که استفاده میشه. ترکیب اینها باعث شد که یه همچین محصولی درست بشه برای کاربردهای داخل منزل، آشپزخونه، سرویس‌های بهداشتی، میز و خیلی چیزای دیگه‌ای که هست. و البته خب چون جدیده بعضا ممکنه برای
مردم ما ناشناخته باشه. حالا شاید این فرصتی باشه که نه تنها خود محصول بلکه بنیانگذاران این محصول در کشور هم ممکنه برای بعضی از اقشار جامعه ناشناخته باشن. علت تبیین و در واقع میشه گفت تأسیس برنامه نگاه 3 هم همینه که ما بتونیم افتخارات صنعتی کشورمون رو به بینندگان عزیز معرفی بکنیم. خب تاریخچه تولد گرانیت از 50 سال پیش با انگیزه‌ای که شما فرمودید شروع شد. روند پیشرفتش رو توضیح بفرمایید. عرض به حضور شما، ابتدا این سنگ مصنوعی، حالا کلی‌تر بخوایم بگیم سنگ مصنوعی، به شکل‌های مختلفی ایجاد می‌شد. ابتدایی ترش شد، خب آشنا هستید، مثل موزاییک و یه سری چیزهای دیگه است. بعدها تو همین پروسه ریخته‌گری یه چیزی ایجاد شد به نام مرمر مصنوعی که این مرمر مصنوعی شباهتی به سنگ مرمر داشت ولی با یه پوششی که شبیه مرمر بود. منتها مشخصات این به حساب توسعه یافتش، به حساب دیولپ شدهش مثل گرانیت مصنوعی نبود، درز دیده میشد بعضن و یا در مقابل یه به اصطلاح استفاده های یا شکنندگی زیاد مقاومت اونجوری نداره. در روند توسعه این محصول جوری شد که هم شکل در واقع به خصوص به شیوه ریختگریش هم شکل پذیری مختلفی میشه، باش در واقع شکل‌های مختلفی بهش داد با ریختگری که همه چیز درست میتونه بشه و از اون ور بهبود کیفیت. حالا بعد در مورد بهبود کیفیت با کارهایی که انجام شد تونسته که این توسعه و در واقع احیانا اون ایراداتی که ممکنه بر نسل‌های قبلیش بود مرتفع بشه و الان بتونه به اصطلاح با اشکالات کمتر. پس گرانیت ما الان به سن نوجوانی رسید تا این تاریخچه‌ای که شما توضیح دادید و اینکه ببینیم که در دنیا پیشرفته ترین تولید کننده گرانیت کجا بوده، چه کشوری بوده و بعد چی شد که کشور ایران با این محصول آشنا شد و چی شد که شرکت کومه بنیانگذار یا یکی از بنیانگذاران تولید گرانیت مصنوعی در ایران شد که موکول می‌کنیم به برنامه بعد که باز هم این افتخار بدیم در خدمت شما باشیم. بینندگان شریف و نازنین، ان شاءالله با امید خدا طی 10 برنامه با گرانیت مصنوعی، با شرکت کومه، با حاصل زحمات عزیزانی که زیر نظر ریاست هیئت مدیره محترم مجموعه کومه جناب آقای مهندس حسین تاجگردون حضور دارن بیشتر آشنا خواهیم شد. ما رو تنها نگذارید، چرا که ایران سرافراز ما نیاز پشتیبانی مردم سرافرازی چون شما داره. با اجازه شما خسته نباشید. خدا نگهدار.